گفتین از روزمرگیات بذار. روزمرگیای من هر روز صبح که وارد آشپزخونه میشم، اون مهمانان آخر شبی که دارم، احساس میکنم صبح‌های زود هم تمام اینها از داخل کابینت میاد بیرون و از دوباره بنده صبح یه کسی هست که میاد اینا رو سر جاشون میذاره. فکر کنم تو خونه همتون هم هست. یعنی مطمئنم که به خصوص اونایی که این ور آب زندگی میکنن، اصلا یه قسمتی از آشپزخونه مخصوص این ساپلیمنت هایی که اصلا واقعا نمیدونم آیا این همه نیاز هست یا نه. مجید جان، مجید یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا جانم. ببین از این همه کدومش واقعا نیازه؟ چی نبود اینجا؟ برای اینکه تو همه رو صبح از تو کابینت در آورده بودی بیرون عزیز من. آخه میخواستم ببینم چیه. خب متاسفانه تو همه خونه‌ها یه مقدار زیادی هست. فقط چون الان کدوم مثلا واقعا واجبه؟ والا چیزی که علمیه، چیزی که واقعا توصیه میشه این یکی یه دینه اومگا 3 است که خب خیلی کی بخوریم؟ واجبه. اینو کیش مهم نیست، مهم اینه که باید بعد غذا بخورید. حالا صبح یا شب بعد غذا اصلیتون بخورید. ویتامین د خیلی لازمیه که حتما باید بخورید. کی بخوریم؟ اینم بعد غذا، معمولا بعد صبحانه یا بعد نهار دیگه، شب نخورید چون خب دیگه بعد منیزیم تو اینا باید باشه. آره نه منیزیم هم خب خیلی کمک کننده در خیلی موارد. خواب کمک کننده، اسپاسم عضلانی کمک کننده است. کی بخوریم؟ اینو بیشتر شب بخوریم. اینو خودم میدونستم. دیگه والا ملاتونین از گوشی. نه ملاتونین که گفتن نخورید دیگه. حالا نه میشه خورد. این حالا داستان داره. ولش کن. این داستان داره ولش کن. خب تموم شد. بعد ویتامینه دیگه. بعد ویتامین. اینو نمیگیم که چه ویتامینی بخورید. نه من میخورم اینو. آها تو میخوری. خب من اینو میخورم. من اینو میخورم بعدم بهتون میگم. تبلیغ نیست. من اینو میخورم بعدم بهتون. این برای مو خیلی خوبه. نه اصلا اطلاعات دکتر کناری مال خودشه. حالا من نمیدونم. به من که خیلی خوب ساخته. ببینید اینا هر کسی اضافیه. نه اضافی نیست. هر کسی برای یه چیزیه. پس برای چی از کابینت بیرونه اینا هر روز؟ اینا می‌خواستم ببینم مثلا چی داریم چی نداریم. خیلی تو هر شب ببینی چی داریم چی نداریم. خب نه اینا نریخته بودم بیرون تا حالا دقیقاً ببینم که چی داریم. خب خیلی اینا خیلیشم نه خب خیلی هاشم چیزا دادن، به اصطلاح این ویزیتورها دادن که با ببینیم چی هست، چی دارن چی ندارن، کارخونه‌های مختلفه. ولی اصلا هدفی نیست که اینا رو نشون بدیم توضیح بدیم. نه من هدفم اینه که آشپزخونه جناب بسم الله برو به سلامت. قربون شما. اشاره که شما هم فقط همین 4 تا رو نگه دارید، 5 تا رو. بله منم ویتامینمو بعداً بهتون میگم که برای مو خیلی خوبه. این میگه ولش کنیم. اطلاعات من دکتر تجربی ام، از این دکترای ملا بنویسم. خوب باشه.